خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال من. تو این ویدیو قراره که بریم ماهیگیری کنیم به روش اسپینگ و انتظاری تو دریای خلیج همیشگی فارس و جایی هم که میخوام بریم واسه ماهیگیری بندر نخیلو واقع در بندر مقام، یعنی نزدیکه اونجا. و تا آخرین ویدیو همراه من باشید. از کل لحظه‌ای که میرسیم واسهتون فیلم میگیرم. فعلا فیکس 4 ساعت دیگه حرکت میکنیم بریم واسه اون ماهیگیری اسپین اصلی واسه سیل ماهی چنگو. ساعت 5 صبح بندر نخیلو بالاخره داریم میریم برای راند اول ماهیگیری. اومدیم محل ماهیگیری. دایی با جاینت و موتور نمیدونم چی و ولی چیز خفنیه. این لورا هم گرفتیم بریم یه اسپین کنیم ببینیم چیزی هم هست نیست. من که میگم ایشالا شانس اون خوبه. اینا چیزیه که بابامون میگیره، ما هم همون میگیریم. تا فقط در ای ابعاد قد پویاه. آخ من چه کارم؟ من کی هستم؟ نیومدی یارم سر قرارش، دلم دوباره شده بیقرارش، دلم چه تنگه واسه نگاهش، شدم اسیر چشمای سیاهه، تو قلب من باز شده وله وله، عاشقی بلاییه جون این دله، تو قلب من باز شده وله وله.